درود. مدرسه و مکتب و دود سیاه و هوای آلوده، فرار مهاجران و سنگ زدن شیطان از موضوع و ویدیوهای امروز در برنامه آزادی آنلاین است. ولی پیش از این همه ساعت دماست با 5 نه توپ بگیرن اینجا خوابیده نمیلیسته اینها کی هستند و چرا در جنگل میخوابند؟ صبر کنید، در ادامه برنامه حتما میبینید. تبدیل مدرسه اسلامی به مکتب موسیقی در خاولین که رادیو آزادی درباره آن خبر داد، بحث زیادی را در وبسایت ما برانگیخته است. یکی از کاربران با نام خالد گفته است کار بسیار خوب کردند، در یک دهه یک مسجد کافی است. کاربری با نام حاجی دامولا شیخ عرب نوشته است که حکومت خوب کرد که مدرسه اسلامی را به مکتب موسیقی تبدیل داد. به قول او بسیار کار خیر شد، چون که خدا میداند در مدرسه زیر تعلیم دین چه کارهای فحش میکنند. از تاریخ مدرسه های بخارا معلوم است. تعداد دیگر گفتند که حکومت خطا کرد مدرسه را به مکتب موسیقی داد. کاربر با نام مهاجر نوشته است این مقامداران مگر با خدا جنگ اعلان کردند؟ هر چیزی که من کرده می شود طلبگارانش زیاد می شود. پاسداری گفته است که حکومتداران این کارتون خوب نیست، چون مردم را با حکومت ضد میکنید. از مسئله اعتقاد بگذاریم به مسئله تندرستی که بحث در این باره در فیسبوک زیاد بود. دود چند کارخانه آهک‌پزی که به قول ساکنان چند دهه خراسان آنها را نفسگیر کرده است، بحثی درازی را برانگیخت. اسلامزاده شهباز می نویسد پگاه مردم را کی تبابت می کند؟ رئیس ناحیه چرا برای 2 تنگه سلامتی مردم را بد می کنید؟ عبدالله زیادالله زاده گفته است یک خاندان نه تنها از 5 تا 10 نفر را با جای کار تامین می کند، بلکه به بودجه کشور یا اداره مالیات در یک ماه 5000 سامانی فایده می آورد. محمد نبی قاسموف در فیسبوک کنایه کرده است که فایده باشد شد، نه محیط زیست به نوبت گرفته می شود، نه دیگر و دیگر. به گفته او افزایش بیماری های سرطان دل و بیماری های قند از حساب هوای آلوده است. بحث ها را که درازند اینجا خاتمه می دهیم، ولی اگر خواستید نظر خود را درباره این موضوع بگوید بعد از تماشای برنامه مرحمت به وبسایت azadi.org و یا صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و ادنکلاسنیکی. اکنون رو میاریم به ویدیوهای شما و همان ویدیویی را میبینیم که وعده دادیم. این مردم گروه از مهاجران تاجیک هستند که 2 هفته پیش در ولایت مسکو از ترس پلیس شب را در جنگل روز کردند. ساعت دماست با 5 نه توپ بگیرن اینجا خوابیده نمیلیسته تمیز میاد. مهاجر دیگر تاجیک این ویدیو را فرستاد و رادیو آزادی گفت ماموران پلیس هر کسی را که در اینجا سند هم داشتند جریمه می‌کردند و برای همین این مهاجران چند ساعت در داخل ماشین منتظر شدند که پلیس بیاد و ویدیو را هم البته گرفتند. ویدیوی دیگری که گرفتیم از مراسم حج است و حرکت زائران به سمت کوه عرفات را نشان می‌دهد. شما هم مثل این کاربران فعال باشید، ویدیو و عکس‌های خود را به ما بفرستید و رقم‌هایی که می‌بینید در برنامه آینده حتما نشان می‌دهیم. تا دیدار در برنامه دیگر.